جناب سودیه و اعضایان محترم، یکی از راهبران گروه عملیاتگری ارکن کاندو کوبیلای شاهین است که با تخلصی پیکاس مشهور است. هر یک حادثه های تیراری سوی قصد که از سال 2002 این جانب روی داده است، این شخص طرحریزی کرده است و در پرونده با حجت های اثبات کننده جا داده شده است و به سود پیشکش گردیده است. در دیاربکر، شیرینک، استانبول در جنازه ها سوی قصد به راهبران ملت، کشتار راهبران کرد و حتی در سوی قصد به جان محترم سروزیر این شخص دست دارد. خونی که سالهاست در این کشور می ریزد از دست راهبران چنین سازمان های تروریستی می آید. بر آنهایی که با این خون تناول می کنند و چنین جنایت ها را عملی می گردانند، موافق قانون جنایی باید به مهلتی درازترین محکوم کرده شود. جناب سودیه و اعضایان محترم، حمله به سود عالی در انقره بوده محصول دستی همین گروه است. در تقسیم شهر استانبول کشتن پالیسا با طریق بمب زنده محصول دستی همین هاست. این قوه سیاه در استانبول اتوبوس را ولنگار نمود که دختران بیگناه قربان شدند. برای تازه کردن جامعه از چنین شخصانی ضررآور، بهر امنیت جامعه، از شما و از نام خود و شهروندان کشور خواهش میکنم که پرونده مذکور را برای تطبیق آن قبول نمایید. جناب سودیه، محترم دادستان، با این روی در سوختار روم مرا هم عیبدار میکنند. در جایتان نشینید آقای قبیلای، تا سخن ندی هم حرفی نگویید. جناب این خیلی نمیشود آخر. آقای پیکاس ببخشید، آقای قبیلای از یک طرف راست میگویند. ما تنها فرمان برداریم، ما مثل عسکریم. من چه عیبی دارم جناب؟ اجرا کنید گفتن اجرا نمودیم، نویس گفتن نوشتیم. جناب سودیه، از شما خواهش میکنم مرا در حال آزاد کنید. آقای مینیک، شما میگویید که عسکر هستید. آیا با مقامات های قدرتی رابطه دارید؟ نه جناب، من در آمد صحبت گفتم. من با عسکر چی علاقه دارم؟ با پلیس چی کار دارم؟ مسئله ارکن کاندو برای من مسئله است که آن را تحقیقات میکنم. پس خواهش میکنم که اعتراضهایتان را پس از خواندن پرونده عرض نمایید، چون این حرکت ها به مرافع مانع پیش می آرد. هرگز و هرگز. من به عدلیه ترک باوری دارم، به عدلیه ترک باوری دارم، اما به باوری بر سود مشکلی می آرد. آقای کیا در جایتان نشینید وگرنه از طلال پیشتان میکنم. فهمم. خاموش شدم جناب سودیه. گوش کنید مرا. شما ما را با عیبدارکنی ساخته و با شاهدان نامعلوم و این چونین با بیانات‌های ساخته حکم کردن نمیتوانید. جناب سودیه، شخصیت شاهدان به شما معلوم است. شاهدان مخفی از جانب متخصصان ساحه سنجیده شده و جواب مثبتی داده شده تایید گردیده است. پس در کجایند این شاهدان مخفی؟ در کجایند؟ دارم اینجا جناب سودیه. مخفی نیست جناب سودیه، همه‌اش رو با شما روی راست عرض میکنم. بلا زند، شاهدان را نکشتن. اکنون سوختیم جناب. مرحمت نمایید. تشکر. فکر میکنم مصادی که میجویم همین است. آدمی بد رو از آوازش شناخته میشود. معلوم است که پرونده ارکن کاندو بر ضد ما نتیجه میگیرد. همه این نقشه هایی که دایر به ترکیه داشتیم فاش میگردد و نفران ما هم افشا میگردند و این روش تا به ما خواهد رسید. چی پیشنهاد داری؟ اگر اجازه دهید ما نفرانی که افشا شدن رابطه را قطع نماییم. یعنی برام کیامینیک، پیکاس و دیگران را به قتل رسانیم؟ بله سردارم. برای نگاه داشتنی سازمانمان دیگر علاجی نیست.
سردارم چی امر میکنید؟ با نفرانی که افشا شدند و رابطه کنده شود بی حیاها، این آدم ها هرگز قرار نمیستند. جناب سودیه و اعضایان محترم، هزارها صحیفه پرونده‌ای که به شما عرض نمودیم و این سازمان دشمنانه انسان البته که بی راهبر شده نمیتواند. این نفری را که میبینید راهبری سازمان در ترکیه می باشد. راهبری کادرهای شورای قوه‌های ملی سازمان همین شخص است. این شخص به نزد آن راهبرانی که از خارج اداره می کنند طریق کشتی میخواست فرار کند، اما دستگیر شده به حضور شما آورده شد. البته فکر هم نمی کرد که در نزد قانون جواب خواهد داد و این است که از خود دلیل های زیادی باقی مانده است و آزادانه میخواست کشور را ترک کند. اسلحه‌ای که زیر خاک پنهان کردند، بمب ها، نقشه های برزیات و طور آزاد خزینه داری کردن، همه اینها یک دلیل دیگری است عاید به این سازمان. آقای دادستان، شما برای این گفته ها با سود دلیل ها پیشنهاد می نمایید؟ البته جناب سودیه، قراری که شما قبول می کنید نه تنها در تاریخ انسانیت سازمان خونین را محو می گرداند، حتی برای بردوام و پیشرفت جمهوری ترکیه نقش می بازد و اینچنین امنیت را تأمین می کند. سردارم من نکردم. با خدا من نکردم این کارو. گیرخان باید به نیازی بده. حق حمایتتان را چه خیلی استفاده میکنید؟ این مرافعه قانونی حساب نمی شود. این مرافعه با راه سیاسی تأسیس شده است. حکم آن از اول معلوم است که روش سیاسی دارد. از این رو این مرافعه را اعتراف نمی کنم. در مرافعه‌ای که اعترافش نمی کنم خودم را حمایت نمی کنم. شما مرا حکم کردن نمی توانید. این از نگاه شما است. سود فردا ساعت 10 کارش را دوام میدهد. مرا اینجا نگاه داشتن نمیتوانید و شما میگویم که بیگناهم. نوشتن، فکر خود را بیان کردن، از کی باز این جانب جنایت به حساب میرود؟ در حال مرا آزاد نمایید. به خود آید آقای کلیمینیک، به سود احترام گذارید. وقتی سخن میدهن همان وقت سخن کنید. من برای این دولت خدمت کردم، زخمی شدم، در دم مرگ بودم. قدردانی همین است مگر؟ بجای آن که ستاره فخری بدهند مرا به زندان روان میکنند. خاموش میشود دیگری آغاز میکنند. خود را احترام نمایید. در جایتان شینید. فراموش نکنید که شما در سود قرار دارید. اگر خاموش نشوید و به حیات این سود احترام نگذارید همتان را طلاق پیش میکنم. با من حق چنین رفتار کردن را ندارید. سرده وجود من پاره شده است. در همه جایم زخم است. یکان جایم نمانده است که تیر نخورده باشد. بفهمید یکان جایم نمانده است. سرده مرا در حال آزاد کنید. نزدیک نشوید. اکا در وقت زحمت زیاد کشیدیم، هم مونده شدیم اما ارزش دارد. گروه ارکن کندو رو در سود دیده باور کن با آدم راحت میبخشد و این منظره خیلی زیبا است. تو ناز خوب کردی خیری؟ این خیلی نگو اکای نیازی. صدای دادستان هم خیلی نازکانه بود. نوبت خواب برای ما و نوبت بالای خور نشستن پیکاس، کیامینیک و بلان رسیده است. خیری برای ما حال هم راحت نیست. من فکرم فراموش کردی که تو در ادای وظیفه است. راست میگویی. اکای گید این مراتبه باز که آرام نمیستاد. در مرکز میفهمی. سر چمرک شید. خدایا. درو نیازی بزن. نه عمل شما بزنه. گوش کنید جناب سودیه، این سخنم برای شما نیست. سخنم برای آن نفرانی هست که مرا استفاده کرده ترک کردن. این را برای آن بی‌حیایان میگویم. به این جواب خواهند داد. من از اینجا میبرایم، حتما میبرایم. از اینجا میبرایم و با همین کارهایشان جواب خواهند داد. قسم میخورم که کله همه‌شان را میگیرم. کار شد خاتمه یافت. دوام شد پگاه ساعت 10 برگزار میگردد. اینها را برارید. جناب خواهش میکنم. بیاید میرویم.
آماده شدم. گناه یگانه ما وطن را دوست داشتن است. خائنان در مجلس نشستند، دوستداران وطن در زندان ها پوسیده ایستادند. روز می شود که این دوران میگذرد و این دشمنان خلق جواب خواهند داد. آقای کیامینیک و همراهانش گناهکار بودن خود را در دوست داشتن وطن میگویند. شما در این باره یگان گفتنی داره؟ رفیقان، ما با حجت‌های در دست بوده به سود مراجعت نمودیم و بعد سود عالی چه قراری دیگر قبول داریم. ما با نوشته‌هایمان سخن میکنیم. جنابم، ارکین کندوی بین المللی ما را از روی خط تازه کرده باشد؟ نه آرزو، فکر نمی کنم که ما را از روی خط تازه کرده باشد. چرا از این بلای سود کوشش نجات کردن ما را نمی کنند؟ چرا شهیدان مخفی و آشکارا را نیز نمی کنند؟ این احوال به من هم عجیب می نماید. تا این وقت باید این مسئله را حل می کردند. کمی دیگر صبر می کنیم. ماشین هدفدار با سوی شما می آید. آماده باشید. فهما انتظار باش. هدف آماده ایستاده است. آماده باشید. دقت نجیب را به دیگر جا روانه کردی؟ بله برادر. از برای آنها شاهدان مخفی را کشته نتوانستیم. اگر در کشتن بران مانع شود من تو را حتما میکشم. برادر خاطر مباش. من نجیب از نام راهبرشان نامه ارسال کردم. آنها به طرف استخبارات رهسپار شدند. خاطر مباش تو. اگر به اینجا برگردند هم بعد اتمام کار ما برمیگردند. آه خیری این ماشین هم عیناً میزی خودت آب گرم میکند. برای شما چای دم کنم که گید؟ حاضر یک شپاتی میخوری بعد چای نان را میبینی. بیهودگویی را کم بکن و پیش از اون که به ماشین سوار میشوی روغن و سوزشواریش رو ببین. آخر من پول ندارم چیکار کنم؟ روغن و سوزشواری چی ارتباطی دارد؟ خیری به هر یک چیزی بهانه پیدا میکنی. سخنت زیاد لیکن عملت کم. لبای آقای مسار. در کجایت نجیب سردار؟ پیامک رو گرفتیم و مرکز آمده ایستادیم. کدام پیامک؟ ما رو به استخبارات دعوت کرده اید. نجیب سردار من کسی را دعوت نکردم. پس کی ما رو دعوت کرد؟ بلا زند. نفر شما را به دیگر جا روانه کرده است. ببینید خبری تازه گرفتیم. و بران سوی قصد خواهند کرد. و بران سوی قصد میکنند؟ کی میکنند؟ آدمان ارکن کاندو بران را از روی خط زدند. و ماشین حمله میکنند. کاری کرده ماشین را یابید. و کاری بکنید که مانعی سوی قصد شیان شوید. اطاعت آقای مسار. آقای مسار چی میگن؟ کدام سوی قصد؟ بگید و بران سوی قصد میکنن. آقای مسار میخواد که در حال بران را یابیم. یعنی پیامکی به ما آمده؟ پیامک از آقای مسار نامده است. ما رو میخواند که از بران دور کنند. خیلی زود باش، زودتر باش. ماشین آماده شده که رفتیم. زودتر باش. زودتر مرکز کن. زودتر. رفتیم. خیری زودتر. خیری زودتر باش. زودتر. ای خدایا. زودتر باش. ای خدایا کاش که دیر نکنید. اینها رو ببین بسیار شبهناک می نمایند. حاضر تفتیش میکنیم. 4550 در محله گازی عثمان پاشا ماشین شبهناک است. تفتیش میکنیم. اکا پلیس میاد. چیکار میکنیم؟ بلا زند. آرام باشید. با پلیس تیرپرانی نکنید. اگر درک کنند پس اونها رو مجبوریم نیست کنیم. آماده باشید. من نپرانم کسی دست به سلاح نبرد. ما را خوب فریب دادند سردارم. یا خدایا ما هم باز دیر نکنیم. انشاءالله. الو نجیب سردار پلیس در محله گازی عثمان پاشا ماشین شبهناکی را دیدند. زود با آن نشانه روید. اطاعت آقای مسار. در اول امنیت خود را تامین نمایید. مرا از پیشروی ها خبردار کنید. فهمو. در گازی عثمان پاشا حالت شبهناکی بوده است. شاید سوی قصدگران باشند. کمی دیگر زودتر. خیری باز هم زودتر.
اطاعت سردار. روز بخیر. روز بخیر. بخیر است. از ما چی میخواستید؟ تفتیش حجت ها. همه حجت هایش رو برورد. البته درها. رفیقان حجت هایتان را آماده کنید. انا به تو حجت. چی خیر؟ معقول شد مگر؟ 45 مرکز موردی حمله قرار دارند. کمک نمایید. تجلی زودتر. خیر زود باش. گاز رو پخش کن. تو چی از کارمندان بازرسی اتومبیلی در خلاص هستی؟ حالت ماشین رو میدونی چه خیلی است. چیکار کنم آخر همین قدر میرواد. برادر هدف هم آماده ایستاده است. همه جایهایش رو گیرد. آتش! فرایید. زودتر فرایید. زود باشه. یک قطار ایستید. به این طرف. سرده. شما کی بودنی مرا میدونید؟ البته میدونم. نفری هست که کمی دیرتر میمیری. بسیار نلق. مرو سردی خواهش میکنم. تو جاغت را گیر. خاموش شو. گوش کنید. اگر ما رو سر دهید هرچی که خواهید میدهیم. فرمان قتل شما را از بالا خواندن خانم. هر سهشان را بکشید. احتیاط باش. شما هم سردار. موسا میگرسم. من دنبال اوزو میشم. با دقت باش. هم سردار. شما هر دو اینجا بمانید. تو با من بیا. زودتر دویدیم. صبر کن جورا جان آمدم. این طرف گذر آقای بلان. حاضر ما هم میگردیم. رفتیم. زود باش. خیری تو چی کار میکنی؟ من با تو گفته بودم آقای بلان. خیری با دقت باش. راه کرد. زود باش. خیری احتیاط باش. با من دیوتیف. اکا در کجایی؟ کار میکنیم. در کاریم. چی بود؟ اکا من تو رو یاد کردم. خیری بسیار ناراحت نکن. رو از بالای سری آتیف. چرا چونین میگوید اکا؟ اکای ممدو اومد من رو فراموش کردید با خدا. قبلا گفته بودید که جدا نمیشویم. چی شد؟ خیری وقت رو نگیر. گپ رو کم کن. نقشه رو که روان کردیم همان رو ببینید. تلفن رو زودتر با آتیف بده. زودتر. فهمیدم اکا. خیری حرکت نکنید وگر نمیپرونم. ای برادر چیکار میکنی؟ شموئیل. ای خدا خیری تو هستی؟ قریب خودت رو نابود میساختی. همین درست شوخی کردن رو هم نمیتونی. آکا درونی جنگل در اومدیم. این جنگل خیلی وحشتناک بوده است. گرگ دارد، پرنده دارد، شیر دارد، پلنگ دارد. سیب دارد، انار دارد، شطه و نگد هم دارد و چوب هم دارد. این چی داخل دارد؟ ای یگید مان این رو به حالش. نجیب سردار رو بیابیم. این طرف. با این طرف میرویم. با این طرف. زودتر خیری. زودتر دویدیم. هیچگاه گپی مرا گوش نمیکنند. من چی کار کنم با اینها؟ باز چقدر راه ماند خیری؟
қариб расидем ака. Бинои лозима 2 ошона поёнтар аст. ҳама чӣ кор карданашро медонад. Ман ба бачаҳо усули ҷангро фаҳмондам ака. бо истифода аз усули нотакрорам ин амалиётро худо хоҳад безарар ҳал мекунем. хайре ту ин усулҳоро аз куҷо меомезӣ додарам? боз аз куҷо мешуд ҷӯраҷон? аз компютер. бисёр бозингари моҳир. онро бозии оддӣ гумон накунед. агар хоҳед усулҳои нави омӯхтамро ба шумо дар амал нишон медиҳам. майлаш хайре мешавад. нишон додан гир, нишон де. нишон диҳам? майлаш нишон медиҳам ака. хайри хайри касе нест. тоза инҷо куҷояш тоза аст? ҳама ҷо пур аз дуд. хайри шуд сардорам шуд. хайри хайри чӣ ҳол дорӣ? хайри хуб ҳастӣ? хайри биё зуд ӯро ба беморхонаи худамон барем ҷӯраҷон. ниёзи занг зан, духтур омода шавад, хайриро мебарем. зуд бош ниёзе, зудтар. захмашро зер карда хунравиашро ман кун. балаш зер кардам. хайри тоқат кун бародар. бародар ҳам наҷот диҳед. ба ӯ ёрӣ диҳед. ёрии таҷилиро даъват кунед. барон ҳам захмӣ шудааст. хуб асти барон, хуб асти? маро мешунавӣ? зуд ёрии таъҷилиро ҷеҳсан, ёзӣ, зудтар. ёзӣ, сардор дар куҷост? ашпаси орзу рафтанд. ҷӯраҷон, ман ба назди сардорам меравам. манаш дестам. хайри тоқат кун. алло, ман ниёзӣ. орзу таслим шав, дигар роҳи гурез надорӣ. мебинем наҷиб сардор, мебинем ки ҷои гурез ҳаст ё ки нест. якчанд захмӣ дорем. аҳволашон хеле вазин аст. илтимос зудтар расидавоед. хоҳиш мекунам, дер накунед. хоҳиш мекунам, зудтар расидавоед. кани хез писарам. хайри илтиҷо мекунам, хез чашмонатро кушо. агар назаратро майда мекунам, одамонро асабӣ накун. хайри хуб асти писарам. чӣ гап шуд? тенҷӣ аст? истед хезам. акаяки чӣ шуд? чаро рангрӯятон сафед шудааст? хуб ҳастед? ту худат хуб ҳастӣ? албатта хубам, чаро хуб набошам? каме пештар ту захмӣ шудӣ хайрӣ. чӣ тавр? чӣ хел захм? ту ба дасти ман нигоҳ кун, бубин. хун аст. пушти ман сурух шудааст. маро паронданд ака. акнун ман мемирам. хайрият ки намурдӣ хайрӣ. шуд охир ба покестӣ шуд. тамом. худоё ба наздат меравам. илтимос гуноҳоямро бубахш.
خیری خدا رو مدد کن. این خیری ما دیوانه تپا تیار است. بیاید او را در اینجا گذاشته رویم. بگذار خوراک کرگسار شود. احمق زود با میمر خانه با حاضر میمیرم. تو همین خیلی خوبی خیری. چه خیلی خوبم که با من نگرد. آرزو ایستا. بچه باید نجوم. با آخری را رسیدی آرزو. سلاحت را پرتافت تسلیم شو. میمورم و با تو تسلیم نمیشوم نجیب. گوش کن. من تو را کشتن نمیخواهم. قاتل همسرم هم باشی تو را کشتن نمیخواهم. زنده ماندنت هم برای تو و هم برای ما بهتر است. میدانم همین که سلاح را پرتایم مرا میکشی. گوش کن. و تو وعده میدم هیچ کاری نمیکنم. تنها سلاحت را پرتاب. سلاحت را پرتاب. پرتاب سلاحت را گفتم. مایلش میپرتایم. خیلی پشیمانم نجیب. برای کارهای کردن پشیمانم. اگر تو سلاح را پرتایی من هم میپرتایم. وعده میدهم. تو هم وعده ده که مرا نمیکشی. مایلش میپرتایم. در یک وقت میپرتایم. مایلش زودتر با او کمک کنید. بیا کمی دیگر. زودتر باشید. با دقت باشید. زودتر باشید. زودتر. زخم برداشته ها رو زودتر به اینجا گذارید. تمام. بردارید. اکی نیازی التماس دستم رو دار. سخت میترسم. باز یگان چیزی دیگر نمیخواهی؟ اکا میمیرم آخی. در همین لحظه آخر غمخوری کن. خواهش میکنم آرام باش. تو مثل گربه 9 جان داری. هیچ بلایت نمیزند. زودتر باشید. زودتر. بردارید. اما همین. خیلی بچه‌ها زودتر باشید. خیلی خوب. احوال خیری بهتر است. شما باران رو تحت نظارت گیرید. هر دویشان را هم به بیمارخانه استخبارات برید. اما خوب شده است جناب. من سلاحم را میپرتایم. ببین سلاحم را میپرتایم. تو هم پرتا. باز یگان احمقی نکنی. تو یگانه راه نجاتی من هستی نجیب. چرا احمقی کنم آخر؟ یعنی زودتر. سلاحت را پرتا. این برای تو بود رانا. اکنون رانو براحت خواب میکنه سردارم. من تسلیم شدنش رو بیشتر میخواستم.
اما این راه را خودش انتخاب کرد. دیگر کاری کردن نمی شود. بابای آقای مسر، چی شد؟ آرزو را دستگیر کرده توانستید؟ متاسفانه تنها جسدش را. احوال بران هم وزنین است. در دستمون تنها عزیزم موند. خیر میلش، بیایید به مرکز برمیگردیم. میلش، از بچه ها 2 نفرشون رو فرستید تا آمدن پلیس در اینجا انتظار شوند. رفتیم. آرزو هم مرده است دیگه. بسیار خوب، خدا جزایش را داده است. آقای زکی یحیی از این خبرها هیچ خرسند نمی شوند. آخر برای کشادن پرونده در دستشان یگان گمانبر نماند. تنها او مانده است، اما او به درد ما نمی خورد. یک لختکی تیار. ندیدی شما را چطور فروختند؟ شما سوی قصد را آماده کردید، میدانم. برای ما را به گپ در آوردن آماده کردید. این را بینه حالم افسانه میگوید. خیریت که زن هستی، وگرنه من با تو چیکار کردنم را میدانستم. بران چه حال دارد؟ به بیمارخانه بردند، اما صبح یا شام میمورد. ملازنت، با یک غذا به سایه رسیدیم. این را بینه همش رسما به آخر رسید. اکنون روزنامه ها، تلویزیون همشان به سرمان می آیند. عیناً همین خیل می شود. مادام محافظت کردن نمی توانید، چرا دستگیر کردید میگویند؟ در دستمان عزیزه هست، پیکاس هست، کایا مینیک هست. وضعیت آنقدر هم بد نیست جنابان. این فرمانبردارها به کی لازمند؟ اما بران لازم بود. اگر خواهیم مثل اینها 1000 فرمانبردارهای دیگر جمع میکنیم. اگر امروز نشد، فردا یا پس فردا جامعه را از اینها تازه خواهند کرد. نه، موفق نمی شوید. حالا ببینیم عزیزه خانم. بیایید بچه ها، به مرکز می روید. در آنجا مصلحت کرده به خلاصه می آید. باشد. برید، او را از اینجا برید. زودتر. جا سردارم. بله، سوی قصد با موفقانه انجام یافت. اصلا استخباراتچی ها هم اومدن، اما باز هم او را پرانه نتوانستند. یعنی چی؟ نمرده است؟ او را با زخم وزنین به بیمارخانه بردند. احتمالیت زنده ماندنش کم است میگویند. اگر نشود کار را در بیمارخانه به آخر میرسانیم. نباید از این پس بران زنده ماند. اما بران را به بیمارخانه استخبارات بردند. به من فرقی ندارد. به 7 قبط زمین هم درآید، باید او را یافته نیست کنیم. هرچه از دستمان آید میکنیم، خواطر نشوید. میدونید بران را کشتند. جناب حاضر خبر رسید، بران موفق نشده است. مرده است؟ بله. سردارم، حاجت به عملیات نو نیست. بران مرده است. و درستی خبر باوری دارید؟ خبر دقیق است. این طور باشد می شود. من این دفتر را محکم کردم. همین که ما برای ترکیه نقشه های نو کشیدیم تو را خبر می دهیم. تو خودت را احتیاط کن، در بین مردم نمایان نشو. خوب شده است. بله، در ترکیه نقشه هایمان با آخر رسیدن. باید با نقشه های نو ضرری داده امان را جبران کنیم. هزارها کارمندانمان در ترکیه برای اجرای فرمانمان آمدند. می توانیم از بینشان انتخاب نموده کارمان را از جای توقف کرده امان دمان بدیم. بس این دفعه می توانیم قدمایمان را باز مستحکم‌تر گذاریم. از این کس شبهه نکنید. ترکیه برای ما چنین دولتی ضرور است که نباید به این مردم گذاشته شود. چنانکه در وقتش اداره کنیش را ما به ذمه گرفته بودیم، حالا هم نمیگذاریم که این دهاتی ها ما را از اینجا پیش کنند. افسوس که کوزه هر روز لب آب رفته صحت بر نمیگردد. گنده مردن ندارد میگویند، لیکن خیر چه علاج؟ هیچ نباشد از نو زنده می شود. آن وقت جوابش را می دهد. مادامی که اینها مردن بران رو میخوان، معلوم شد که از چیزی میترسند. بله، این انیخ است. شاید ما این امارت را ویران کردیم، اما نمیدانیم که در زیر پاره هایش چه ها نهان است. آنها درباره هزارها کارمندانشان حرف میزنند. تا آنها را نیابیم این کار تمام نمی شود. در یک مدت کوتاه هر کجایی که نباشند سر خواهم برداشت. تا وقتی که ما در اینجاییم این کار مشکل است جنابان.
و راحت باشید. آمین. سردار زنگ میزند. لبای سردار. آقای مظهر، سوء به جان بران شده را شنیدیم. احوالش چگونه است؟ متاسفانه بران را از دست دادیم. یک نفر ما نیز زخمدار شد. به سروزیر خبر دهید. حالا یک جای هستیم. جناب، متاسفانه بران مرده است. این کاری خوب نشد. اکنون دشمنان از خارجه بر رغم ما عمل میکنند. بله، آنها توانستند که شاهد مهمی را نابود سازند. این برای کار پرونده مشکلی زیادی می‌آورد. جناب سروزیر از آن خواطر هستند که از خارجه باز به حرکت می‌درآیند. میدونم کاری از دستمان آمده را کردیم. در آخر توانستیم تشکیلاتشان را ویران سازیم. هیچ نباشد این به ما امکانیت نفسمان را راست نمودن می‌دهد. میلش، بر روزنامه‌نگاران خبر دید. یگان پیشروی شود به ما خبر رسانید. برای کار. هدیه هایی که برای آقای مظهر و گروهش آماده کرده بودیم سپاریدید؟ حالا نه جناب. کمی دیرتر خودم برده به آنها میسپارم. خبر ندارند. بسیار خوب. هدیه ها را از نام من به آنها تقدیم کنید. با اجازت شما. به شما رخصت. آقای دکتر، احوالش چگونه است؟ خیلی خوب است. هیچ خوب نیستم. امروز یا فردا پورا برقرار می شود. نجیب سردار، اوف، اینقدر این جای تیر درد میکرده است. گویا از جگر تیر خورده باشی. تیر 4 متر است دورتر گذشته است تا هوا را بین. شما چی ها میگوید سردار؟ من خودم دیدم. انا همین قدر تیر برآوردن. انا همین قدر. چه خیلی دور گذشت. گوش کن خیری، تا همین وقت تیر نخورده صحت و سلامت ماندن از خودش بختی بلند است. راست میگوید. اصلا باید بر وقت از این دنیا پرواز کرده میرفتی و ماشاءالله ماشاءالله از دهانتون شکر ریزد. چی خیلی دوستانم زیاد بودند. ما افتخارنامه رو انتظاریم، شما باشید مسخره میکنید. سردار این دفعه بگذار بران را پورا کنم. اگر باری دیگر برای او سینم را سپر کنم نامم خیری نه. خیری بین همون مرد. خودت رو با پیشش بیهوده گذاشتی. راست میگوید؟ بران مرد. وقتی خودت رو با بالایش پرتفتی هستن دلش کفید. نجیب سردار، آقای مشاور آمد. یا خدا، بخیر است؟ چرا به اینجا آمده است؟ نمیدونم. آقای مظهر هم خبر ندارد. با زیارت من آمدند. بگو کسی رو قبول نمیکنم. خیری مرحمت جناب. خیری حالا خوب شد؟ خیلی بهتر شدم نیازی. میدانم که مرا انتظار نبودید، اما من با فرمان مخصوصی سروزیر به اینجا آمدم. بسیار ارمغان خوبی شد. آقای مشاور، سبب زیارتتان را به ما نمیگویید؟ پیش از همه میخواهم که به شما گویم این دولت در نزد شما قرضدار است. تا امروز عائله و نزدیکانتان را فدا کرده برای این دولت خدمت نمودید. فکر نکنید که این کار شما از مد نظر دور میماند. دستم این سخنها با من اگر در آخر استعفا دادنم رو طلب کنند حیران نمیشوم جورا جان. با فرمان سروزیر به شما سپردن این هدیه عالی را برای خودم شرف میدانم. سردارم شنیده؟ شنیدم خیری شنیدم. پیش از همه سردار این گروه آقای مظهر را تبریک میکنم. مرحمت. سلامت باشید. مرحمت. تشکر. مرحمت. تشکر. مرحمت. تشکر. مرحمت. تشکری زیاد. شاید من خوب میبینم. آی آچه جان وای.
ممکن است تنها صحبت کنیم؟ البته. مرحمت. آقای مسر، در حقیقت کار بزرگی را انجام دادید. این هدیه خرد جای خدمت‌های شما را گرفتن نمی‌تواند، اما فکر می‌کنم که برای بچه‌ها دستگیری خوبی می‌شود. بچه‌ها به این چیزها مهر ندارند. در این باره فکر نکنید. اینطور نگویید. شما تشکیلاتی را که 2-3 عصر باز دولت ما را به پستی می‌برد نیست کردید. این موفقیت بزرگ است. من آنقدر باوری ندارم. چی گفتم می‌خواهید؟ بله، راه مهمی را طی نمودیم. قبول. اما انیق نیست که 2-3 سال پس ارکین کاندو از پیشتر دیده زیرکتر و با قوتتر شدن نمی آید. حالا هزارها کارمندانشون آماده کارند. این را به آخر رسانیدن سالهای زیادی طلب می کند. شما گویا چیزی گفتن می خواهید؟ در اصل بله. راه یافتن دیگر کارمندانشان نیز هست. از پس من بیایید. آها، این پول را ببین. اگر تمام معاشی گرفتم را جمع کنم نصفش نمیشود. با خدا که خیلی خوب شد، خیلی خوب. اکای نیازی این قدر رقم را من در روزنامه مکتبی هم ندیده بودم. خاموش شو خیره، خاموش. اکا جان، من فکر دارم که زود به بادروم برویم. شما چی فکر دارید؟ خیره، با تو راه سفید. این نسبتی ما رسمان دشنام است. اکای ممنو چی ها میگوید؟ معلوم میشود که بعضی رقم ها در ورقه شما نبرآمده است. کوچه کتون رو دید؟ دست راست نکن. کمیسر شما چی کار کرده؟ کاری از دستم آمده را کردم نیازی. خدا دیدی در آنده پرتافتم. اما برای چی؟ فریفته نشوید رفیقان. ما چندین سال در اینجا یک جای کار کردیم. جانمان را سپر کردیم. گوش کن خیری، حلیمه من شهید شد. رعنای مندو شهید شد. هنری سردارم شهید شد. بعد چی؟ این رقم ها خیری حتی پاداش یک تارموی سری حلیمه نیست. یک تارموی سری رعنا نیست. یک تارموی سری اپی هنر نیست. مگر درست نیست سردارم؟ نگید همین و همانها ما را که فکر کردن برای به وطنمان خدمت کردن. مگر ما پول میخواستیم؟ آنها برای خدمت وطن نرخ گذاشتن. من قبول کردن این چک را داغ به خدمتم میشمارم. ما نه برای این با آن شیطان ها مجادله کردیم. از این پس هم تا آن وقت جان در بدنمان هست خدمت میکنیم. شما واهمه میکنید سردار. دولت ما را قدردانی کرده است. چی ضرر دارد؟ با خدا من هم نفهمیدم سردارم. چی را نفهمیدی نیازی؟ بجای بزن، توفه است، با اشتها میخوری. میخواستم یکون کلبه خرم برای خودم، اما هر کسی خواهد آب شود برادر، ولی من این را نمیخواهم. من تا امروز برای راه حق خدمت کردم. وجدانم نمیگذارد که اینقدر زحمتهایم را با 4 تنگه ضایع گردانم. من همین طور رفیقان. کاری خودتون. من نمیفهمم چه خیل این رقم ها را 4 تنگه میگویند. یا من حساب را نمیدانم یا اینکه شما. چنانی که میدانید استخبارات بعضی اصولهای کار خودش را دارد. اساس اینها باشد سر را نگاه داشته توانستن است. این حتی میتواند بعضا شما را به بالا دروغگویی نیز سازد، اما اصلا این طور نیست. آقای مظهر، میتوانید گویید که به من چی دروغ گفته اید؟ همه این. وای آقای مظهر، این آدم زنده است؟ چی طور میشد آقای مظهر؟ برای از شما پنهان داشتنم مرا ببخشید.
اما با تلفن گفتن نمیتوانستم. امیدوارم که با کمک او میتوانیم این کار را از ریشش نیست کنیم. فکری عالی جناب. بار دیگر شما را تبریک میکنم آقای مظهر. بیایید میرویم. رفتیم. گوش کنید رفیقان، من از عاقبت این کار خواطرم. امروز یا فردا به هممون حساب کنک های رقمی نصب میکنند. خیلی چیکار میکنیم سردارم؟ چه کار رو قبول نمیکنیم؟ کنی ببینیم؟ даронама тамом партофтам охир. ба худо кори хуб кардем. офарин ба мо муҳтоҷи ин 4 танга нестем. хайри абла фиреб накун. гӯё надидем а? зер накунед ака. кани чекро барор. майлаш кани де. кадом чек ака? майлаш медиҳам. де гуфтам. буд? ана нест. тамом. رفیقان سردار می آید. از ما نرنجید سردار، اما ما همراه بچه و بچون خلاص آمدیم. این چه کار را قبول نمی کنیم. چه خیل قبول نمی کنید؟ نفهمیدم. انا همین خیل قبول نمی کنیم و خلاص. ما با دولتمون برای پاره و پول خدمت نکرده ایم جناب. با دههای کهنه عادتهای نو آوردن لازم نیست جناب. باز نفرانی بعد از ما می آمده برای هر یک موفقیتشون پول و چک طلب نکنند. اگر شما مجبور کنید من از نام خودم ما را ببخشید جناب. قرار ما با بچه ها همین است. به خدا حرمت و دوستداری هم نسبت شما رفته به حیرت تبدیل می یابد بچه ها. چی گویم؟ مرا حیران و محجوب ساختید. نیتی بد نداشتیم، اما گمان نداشتیم که شما فرزندان وطن این را قبول نمی کنید. بار دیگر خداوند از شما راضی باشد. اکنون به هم دیگر فهمی رسیدیم. یگانه مکافات ما همین است، رضاگی خداوند. آقای مظهر، مادامی که شما چون این گروه دارید می توانید این کار را از ریشش نابود سازید. اول خدا بعد ما. خواطر نشوید جناب مشاور. اینطور باشد به من اجازت، به شما برای کار. خوش آمدید. خیری نزنید. من چیکار کردم اکا؟ سلام آقای زکی یحیی. سلام آقای مشاور. بخیر است؟ سراسیمه اید؟ شاید شنیده اید شاهدی اساسی امان بران مرده است. او دلیل اساسی پرونده بود. بله شنیدم، اما شما باز هم امیدتان را از دست ندهید. یعنی چی طور؟ تا بازدید آقای زکی یحیی. این چک ها به شما چیزی نداشتن؟ خیری اکنون یک عمر غمی چک را میخورم. سلام آقای مظهر. خوش آمدید آقای دادستان. خدا شفا دهد. تشکر. بخیر است نجیب سردار. یگان جشن داشتید. اگر برای مردن بران خرسندی کنید خطا میکنید. او دلیل اساسی پرونده بود. نه آقای دادستان، اینطور نیست. ما هیچ چیز رو جشن نمیگیریم. مگر آقای مظهر به شما نگفتند؟ چرا؟ اینطور باشد با ما بیایید آقای دادستان. شما چیزی را از من پنهان می‌دارید. کمی صبر آقای دادستان، کمی صبر. آرزو مرد. پیکاس و کایمینیک بیانات دادند. بله، اما در سود خوب نقش بازیدند. در آن هم مرد. تنها عزیز ماند. آن نفرانی که در پرونده بودند نیست شدند. با این احوال من چطور پرونده رو به سود می‌سپارم؟ همش رو به سری عزیزه بار کردن ابلهی می شود. مرحمت آقای دادستان. مرحمت جناب. مرحمت گذارید. سباستیان، نیازی من استراحت کردن میخواهم. کنی بیا من تو رو برای خوابت برم. کمی استراحت کن. کنی بیا.
این بران است. حالا هر چیزی میداند نقل میکند. برای بیخطری به کسی چیزی نگفتیم، حتی به سروزیر هم. اگر دشمنان فهمند برای تکرارن کشتنش همه کار رو میکنند. ما هم او را مرده برآوردیم. بینم وقتی به آخری راه رسیدنش را فهمید خواست همش را نقل کند. درباره هزارها آدمان در بیرون انتظار فرمان بوده گپ میزند. با این راه ریشه ارکن کاندو را از بیخش میکنیم. چونانی میگویند اکنون گذشته و آینده ارکن کاندو را نه. این دفعه خودش رو دستگیر میکنیم. انا همین خیل. به خدا از شما باید ترسید آقای مظهر. این فکر از کجا به سرتان آمد؟ فکری من نه، فکری نجیب بود. سردارم واقعا در این کار استاد شدند. من هم در بازپرسی اشتراک کردن میخواهم. البته. آخری راه هست، رسیدیم، زود فرایید. آخری راه گفتن آقای پیکاس باز ما رو نکشن. اگر این طور رفتن گیرد تو رو من میکشم کیامینیک. نترسانید جنابم، به این هم جانم در لبم است. گپ رو دراز نکنید و زود فرایید. ما رو نمیکشید همین طور نه جناب. شما رو از خودتان محافظت میکنیم آقای کایا. چقدر باز کشتن؟ نمیکشم گفتید که به شما باوری دارم، بیرون میبرایم. ایست آخر از گریبانم ندار. این طور نگوید جناب، از گریبانتون نداشتم، در پشتتون پنهان شدم. کنی زودتر راه گردید، راه گردید. زودتر. نمیکشید آخیرا. سباستیان شکمت کلان شده. تروریست آخر تو از دهنی دیوانگیتم نموندی. اوه کیا آمدند. این دستت را گیر. میترسم آخر، چیکار کنم؟ چی گفتن نیازی؟ نمیدانم چی گفتن خیری؟ در عرفیت میگویند که دویدن گوساله تا کهدان است، همین طور نه؟ خیلی خنده آور. آفرین. خندید بسیار خنده آور. بینید او از ترس میمیرد آخر. باز دردی سرمان نشود. اکی نیازی میدونی چی گفتن میخوام؟ مادام فرصت رو یافته از دست نده. محترم کیامینیک لطفاً به خود بیا. سردار میآید. در اینجا چی گپ است؟ گفتید که ما رو محافظت میکنید و ما حیات و آینده نو میدیم گفتید. همین طور پیکاس. ما آینده این مردم را از اسارت شما نجات دادیم. مردم ما مردمی اصیلند. برای انسانی توبه‌کار فرصتی بازگشت میدهد، خواطر نشو. نجیب سردار مرده ایستاده ایم، نمیشنوید؟ بران را دستگیر کردید، محافظت کرده نتوانستید. من حساب این را از شما میپرسم. در آخرت میپرسی، اما تو با آن ایمان داری یا نه نمیدونم. من این آن را نمیدانم. تو کفیل حیات من هستی. برای محافظت من هر چیزی که از دستت آید میکنی. پیکاس با من بیا. وعده دادی که مرا پشتی پنجره نمیگذاری ها؟ حیاتی خوب وعده کردی، چی شد ها؟ گپ را دراز نکرده با من بیا. ایستید برای چیزا شوید آمده. اکی نیازی یک چیز رو با شما بگویم. تو بس که نکنیش. بیا کو ببین سردار را کشتیم یا نه؟ وای ما شنیدیم که شما مردید. مردنم را خیلی زیاد انتظار میشوی پیکاس. اصلا اگر نجیب نمیشد انتظار هم نمیشدی. از آنها منت دارم، جانم را خریدن. متاسفانه وجدانمان، وظیفه‌مان، ایمانمان امر میکند که حتی جان شما را هم نجات دهیم. ما همین طور تربیه گرفتیم. نجیب سردار واقعا هم انسان نجیبند. حقیقت رو گفت جورا جان. این را هیچگاه فراموش نکنید بچه ها. ما این دعوا را برای حبس کردن آدمان مقابل ما نکشاده ایم. ما آنها را برای استقلالیت ما را باز هم به دست ملت ما سپردن کشادیم.
برای از بین برداشتن ایپاتیکی که به اراده این ملت گذاشته بودند گشاده. آنهایی که مثل ما نیستند باید این را دانند که قوت با ماست گفته از حد نمیگذاریم. قوت با ماست گفته خائن نمیشویم. قوت با ماست گفته از حق و حقوق دور نمیشویم. آنهایی که ژنتیکشان هم ملت مایند احترام میکنیم، زیرا آفریدگار را به خاطر آفریدگارش دوست داشته به سوی آینده روشنی قدم میزنیم. چنانه که با دوستان رحم دلیم، به آنهایی که حق و حقوق را رعایت نمیکنند جزای دندان شکنی هستیم. راست میگوید آقای مظهر. ممدو کایامینیک و پیکاس را به حجره ثبت کنی بر افاده داده بر آن را گوش کنند، شاید چیزی علاوه کنند. خوب شده است آقای مظهر. زود چوب‌ها را آماده کنید. باید آن چوب را در پشتت میده میکردم، اما سردارم کمی پیشتر در باره حق و حقوق گفتند. از دایره قانون بیرون نمیبرایم پیکاس. مرا نمیکشید همینطور نه؟ باید به گپمان گوش کنی. از گپتون نمیبرایم، یکتون را دو نمیکنم. هرچی فرمان دید میکنم، حتی چیزهای امر نکرده اتون را هم میکنم. پس این سالم نگاه نکنید، من خیلی چقانم. بسیار نلخ کایامینیک، با من بیایید. نمیلخم، خب کردم جناب. هم ترسانچک، هم زال و هم خوشامدگوی هستی کایامینیک. من نفهمیدم که تو چی خیلی مرد هستی. ها؟ کوشش میکنم حیاتی هر دویمان را نجات دیم. آقای پیکاس از من نرنجید. حاضر شلاق بخوری. کنی بیایید رفتیم. گذارید جناب. گذارید شینید. ولکان، احمد، اینها به شما امانت. افاده برون رو گوش کنند. اگر یکون چیز علاوه کردن خواهند کنند، من میبرایم. اطاعت سردارم. آرامانه شینید، ما نظارت میکنیم. گرگ که پیر شد مسخره بزغاله شده است. چه شد پیکاس بای؟ با عزت نفست رسید. چی علاقه دارد جناب؟ پیکاس اینطور گفتن نمیخواست. همینطور نه آقای پیکاس؟ کنی بچه ها برای کار. تشکر سردارم. کنی شیر بچه ها.